درود تماشابینان عزیز تلویزیون ورزش، خوشحالم که باز هم به دیدار همدیگر رسیدیم. نهایت بعد گذرای فرصت و فاصله با فینال لیگ قهرمان‌ها که کامبک های خاطرمان را در پی داشت نزدیک میشویم. بازی حساس و جالب ما را در پیش است. بله، 79 دسته در مجموع، 32 دسته در دور گروهی و تنها دو تیم در فینال. 124 بازی پشت سر شد، ولی بازی اساسی حالا ما را در پیش انتظار است. با گذار 11 سال دو دسته انگلیسی بار دیگر در فینال با هم رقابت میکنند و یک حاکمیتی دسته های اسپانی را از بین میبرند. کامبک، گل‌های زیبا در اجرای دو دسته انگلیسی. گروه اعدادی و تکنیکی برنامه اروپا افروز با شمایند و آماده‌اند تا فینال لیگ قهرمانان را برایتان جالب‌تر سازند. برای دیدن این همه رویدادهای مهم در فینال لیگ چمپیون‌ها ما را ضرور است کمی دیگر انتظاری کشیم. ما را تماشا کنید.